اسماعیل محمد ظاهر صاحبکار جوان و نبیره کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 19 نوامبر سال 2022 پرزیدنت فدراسیون گشتین جودوی جمهوری انتخاب شد. اسماعیل محمد ظاهر در این مقام پهلوان شناخته تاجیک نورالله لایقوف را عوض کرد. در سامانه رسمی فدراسیون در این باره تا خبری رسمی نشر نشده است، ولی آزیا پلوس با تکیه به منبع خود در این نهاد ورزشی خبر داد که روز 19 نوامبر در دوشنبه جلسه حساباتی و انتخاباتی فدراسیون جودوی تاجیک برگزار شد. به گفته منبع آزیا پلوس یک مسئله اساسی در این جلسه انتخاب رهبر نو فدراسیون بود و اهل نشست از نامزدی اسماعیل محمد ظاهر همچون نفر اعظم شایسته برابری این سازمان ورزشی پشتیبانی کردند. پهلوانان تاجیک در عرصه بین المللی کامیابی اعظم بیشتر را در گشتین جودو دارند که یک نمونهش مدال های طلایی تیمور رحیموف و نقره مولا رجب خلیفاєв در تاسکولای بزرگ باکو در همین ماه نوامبر سال جاری است. ولی بنا به مشاهده های شارحان و مخلصان وقتهای آخر گشتین جودو در تاجیکستان ظاهرا دچار بحران شده است و پهلوانان خوشنام چون کامرانشاه استوپریان، بهروز خوجای و سامان محمد بیکوف اینک چند وقت باز از مسابقه های بین المللی ناکام برمیگردند. به عقیده شارحان انتخاب اسماعیل محمد ظاهر که خودش هم دوستدار گشتین جودوست میتواند کار فدراسیون جودو را جان و نفس تازه بخشیده این نوع ورزش را از بحران بیرون بکشد. اسماعیل محمد ظاهر سال 1996 به دنیا آمده است. او فرزند فیروزه رحمان و دختر کلانی پرزیدنت و داماد کلانیش محمد ظاهر صاحبوف و نبیره اسم کلان امامعلی رحمان می باشد. به گفته دوستانش اسماعیل از خوردی به ورزش شوق زیاد داشت و به خصوص گشتین جودو، فوتبال و اسب دوانی را دوست می دارد. سالهای آخر او مبلغ گذاری باشگاه ورزشگاه خواجه شریف را که به خانواده پرنفوذ صاحب تعلق داشته به نام بابای اسماعیل نامگذاری شده است بر او دارد. در این باشگاه که سال 2019 تأسیس یافته است پهلوانان آینده‌دار تاجیک مشق میکنند و تا امروز دستپروران باشگاه خواجه شریف در عرصه بین المللی 171 مدال از جمله 47 طلا، 30 نقره و 94 برنجی به دست آوردند. سامان محمد بیکوف سال 2019 نیز همچون نماینده باشگاه خواجه شریف قهرمان جهان در گشتین جودو در بین جوانان شده بود. اسماعیل همچنین با اشتراک فعالانش در کارهای خیر و دستگیری ورزشگران و هنرمندان نام برآورده است. او از جمله پول تبابت چندین کودک از عائله‌های نیازمند را به عهده گرفته به چندین عائله‌های محتاج تا خانه و در تحفه کرده است.